گیری نکو بیا همین که من دیوانه کرده شما خوب سلامتی صاحب تو بچه من دسته میکنم شکر زنده باشی چند مادرم بابا مینا خوبم برارم خوبه شکر کجاییم چه کار میکنه میگم مادر یه چیزی میخواستم با شما بگم سوا شب خیر خوشی همگی شما به خونه هم میمونه بله بابا ما برار دوتا برارم اینا خانم ها اینا همگی دیگه از روزی که میفهمیم که چند وقت تیر شد عروسی هم بکنیم والا شرمنده ایم دیگه هر سال بیاوردیم میمونم نکردیم شما دیگه سوا حتمی 100% بیایم سوا شب خیر خوشی به خونه ما بله دیگه ما آمدگی خو میگیرم دیگه شما بیایم منتظر شمانم اگه نیایم باور کنیم دیگه خودش ما گپ نمیزنم باشه بشی دیگه تو از تو به خدا یه امر دیوونه کرده من گپ زدن نمیذارم میشم برات چی گریه میکنه بگو خب تو بشی تو او داره به تو میدم همین خاطر چی وسایل بازی خرید اکثرا بیار پیش خود میکنه من دیگه اکثر خونه جاری کو خونه جمع کو یعنی گریه میکنه اینا پس بده جمع کرده بودم واسه مادر جو خدا حافظ بخیر باشه بابا گردونو قطع کردم گوشی حالا گپ میزنی خود چوب کو دیگه چوب کو گیری نکن چوب کو خیلی خوش سبا شو میمونم داری میکش آدم من کاره مادر کجی اگه یک پیاله چای چیزی داری و در بیاره کجی به کجا چلی نمادر چی مای بابا ما رو خواب نمیگذاری کجا بدی تو؟ خواب بیدون به اتاق خو؟ خود تو بشی با تو که صبح بیرون شدم گفتم بیا به سر کار خوب بیا عربه عروسی مادر منه که تو اینجا اخان لوکس بپوشیدی ستکه لوکس بپوشیدی جرابار هم پاکو کردی کلاکش هم سر خو اینجا با اتاق خوی و نگفتیم بیا به سر کار خو برفتم بابا گرم بود خوب شد دفعه آخر تو باشه دیگه فهمیدی دفعه آخر تو باشه آخه چرا از زنی را صبح تاله رای نکردی خب دیگه خواب بود دیگه کجا بودین شما خوبین سلامتی شکر خب بالا بخیو بر دیگه تا میدون میای بالا خیو اینجا من با بشیدی شما خاطر گپ بزنم خاطر میگم گپ بزن همون بر بشی خود تکیه به جلو رو نمیبینم این شیشته همین آماده میه بچه تو نکو خب خیلی دیگه چیکار میشه قمی نداره بابا دیگه سر کار خود چی خود بگردم سر کار خود تعطیل نکو فهمیدی تو بیرون میکنم امروز صبح خلیفه تو پرسان که این چرا ناماده ما گفتم مثل که مریض چیزی یا مادر شما رو کرده هر چند بری صدا کردن که برو نرفته یک پیاله چای گفتم اگه داشتی میآوردی دیگه خب دیگه شما کذا بمین سر چای ما حالا من به شما گپ بگم گپ منم گوش میگیرین بفرمان عمل کنیم به شرط یک شرط داریم اینجا کاری نکنی که کلا خور بزنم به زمین دخترم برخورد ریش کنم همین شرط هم نمیفهمی چیه هنوز من نگفتم و نه نگفتم همین شرط هم میفهمی چیه فقط نگی که عروسی فلانیه یا میمونی فلانیه به من اختو کش بخنی که یک ریپینیه هنوز من نگفتم درک نداره دستی مستم برای شما بگم که چیز دیگه یعنی گفتی نگو ما باید بگم اون موضوع لباس نگو هر چی می بگو صبح شب بخیر خوشی عروسا میمون کردم کی عروسا کدو عروسا خب عروسا زنا برا خدا که چرا اشته میمون کردی خب میمون کردم فامیل خانوادگی خودی بابا خینا برا را خراب مدخل همون میمون کردم یعنی صبح شب میایم بله صبح شب خوب کاری کردی تو چه کار میشه دور از سر تو باشه دور از سر تو باشه تو بد کردی تو اشتباه کردی خب یعنی چی یعنی چی ندارم میمون کنم اونا 25 نفر 24 نفر فامیل برار تو مادر اینا تو به کی اجازه گرفتی به کی گفتی خب مگه اجازه گرفتن اموی بابا خمس برغلام سب بیامد یک پی پول نیستن یک پی پول درک نداره تو برفتی پیش خود خوب عروس خبر میکنی 37 همه برای عروسا برار تو زنکا برار تو مادر تو خب چند وقت میشه عروسی کردم حق نبید کنن میمون کنم میمون کردم بمه پرگناه لا اله
اله الا الله بابا آدم دیونی بیعقل مسلیت کردی تو خیلی مسئولیت چی داشته که من اشته مسلیت نداره البته اینجا شهر خربزه شهر هیته حالا میای اصلا خب سر خراب میکنه به من چی؟ اعصابی نداره نونایی که بزینا بیاره مگرم بدی آشپزخونه گپ زنی از زن بیعقله از زن نافهم خب بریم گپ زنیم دیگه به من چی؟ اثر مرده تو بیارم اثر مرده خود خو اثر قبرستون تو بیارم خب دیگه میمونی بود دیگه چیکار میشه دیگه چند وقت بهش عروسی کردم حق نبود که مثلا برو با من میگفتی که مرد مرگ خاک پیدا میکنه با من کی چیز میده هنوز خب سوا شوه دیگه پیدا کنم سبا شو 22 روز دیگه 22 روز 10 روز 12 روز دیگه از عزیزا ماهاش مونده خب بریم قرض کنیم به من چی؟ دیونه شده من دست تو زن انالی هر مرگ خاک به جنا میدی بده سوا شوه خیلی دیرم نشده خیلی جغرافی با مرد که سبا شوه خود بچه خوب رو از هر لحظه میاری خود بده سوا شوه به من چی؟ بریم پیدا کنیم بیاریم زن بگو نه بگو گیلک برفته با مزار رفته یا بگو خلیفیر ببرده زن که با نیه پونو من نمیتونم که جگاه خود زن به تو میگم نه اگه تو من سبا شوه میتانی خونه دیدی به تحریم توف کو زن به من چی بچه بترسوندیم دیگه فهمیدی همین رقم تو چیز کنی مسلیت میکنی نگاه پی میزنی یعنی چی؟ من پیش خود خوش شما زنکا سر میتراشونی سر خشک میتراشونی چوکو گلی نکن با بچه رم بترسون با بیلا چه جغدات میکشن چوکو گلی نکن پیار من دیونه شده دیوانه که خوب دیوانه با یک میمونی بود دیگه چه کار میشد گلی نکن بچه گلی نکن عالم بخور گلی لو نکن. بچینی دی یک میمینی گلی بگنه نکن چوب کو دل برار ترم بتر خونده چی رقم جغدات میکشن به خدا دلمی بیچارم بفتا به نظر خوار مخور به زحمت داد میگوی شو زمستون تو سیکن نماز میکاره بابا یعنی این دختری شو زمستون این کارو تو ماست چیکار کنه خب چه کار میشه مگه شو زمستون دیگه خود تو اقدر جمع که در پیش خودم بیاد یک نفر آدمی خوار میرم می آوردیم بابا خود ما کم بودی که خوار تو نوار میدشم می آوردم همین نداره دیگه برو را خوب میمون کردم کار اشتباهی که نکردم دیگه خب بیاد عروسات میمون میکردیم دیگه معذب شدم. اول باشه آخر باشه نون میمون میکردیم دیلر با کجای خواه بیرو رفتم هستم اینجا میایم خیر هستم اینجا پشت بیلر ندارم خدا دومات خوریاد کردم خدایی چند روز مشور ندیدم بله یا راست میگم برو دیگه چی بگم دیگه گیلک میایه تشویش از اون نباشی به میایه شماری هم هرچی زنگ زدن جواب نداد زنگ زده به شماری ها آه جواب مثل که نداد نشنیده خیلی باشه خم نداره باشه ایت گیلک یاد نکردم بابا زنگم بزد جواب نداد کجی جان بله ببیجو برو مادر بگو خاله خود عذاب نکنه با آدم ترا خاله نگیره بگه نی ببی جو ما نونه به رستوران قرد دادیم و رستوران میارم اینه تو سیکو که چرا ایتا کردی دیگه اینجا پیاله شروعی تیار میکرده میخوردن خود شما این دیگه کارا ماست چکار کنه خود زحمت کردم اولم بکن خود زحمت شو نکنم زمستون سیکو که این کارا خواه مدام میکنه ما مدام بیایم میتا میره ورد از یو از او فقط ما بیگونه ایم باز هنوز میگه چرا خوار مرم ناورده